سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. از همون روزهای اول سال 2021 تا الان شاهد به وجود اومدن کلی عشق جدید و کلی جدایی‌های غیر منتظره توی زندگی خصوصی بازیگران معروف ترکیه بودیم. برای دونستن از این موضوع چنل ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. دمت اوزدمیر و اوزهان کوچ. اولین خبر عاشقانه‌ای که در سال 2021 منتشر شد شروع رابطه دمت با خواننده ترک اوزهان بود. دمت قبلا بارها خبر رابطه خودشو با اوزهان تکذیب کرده بود و گفته بود ما فقط دوستای صمیمی هم هستیم، اما انگاری این صمیمیت کار دستشون داد و دوستیشون به عشق تبدیل شد. سلین شکرچی و ابراهیم سلیم. سلین شکرچی 32 ساله به تازگی رابطه عاشقانه ای رو با ابراهیم سلیم 42 ساله شروع کرد و این زوج خیلی زود بعد از شروع رابطهشون با هم به تعطیلات رفتند. سلین توی یک مصاحبه‌ای در مورد رابطش گفته که همه چیز بین ما داره خیلی خوب و قشنگ پیش میره. ملیسا دونگل و دنیس شاهین. ملیسا در می 2021 با به اشتراک گذاشتن عکسی از خودش و تاجری به اسم دنیس شاهین با ایموجی قلب شروع رابطش رو با دنیس که پسر صاحب یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای در ترکیه است به طرفداراش اعلام کرد. دیلان چیچک دنیز و سور ساوارسو. هنوز یک ماهی از جدایی دیلان از علیحان نگذشته بود که او رابطه جدیدی رو با یک کارگردان ایسلندی به نام سور ساوارسون شروع کرد. این کارگردان 37 ساله از ازدواج اول خودش 3 فرزند داره. هیلان آنتیلبیلک و متین هارا. به تازگی عکس‌هایی از هیلان و متین نویسنده ترک توی فضای مجازی منتشر شده و صمیمیت این زوج توی این عکس‌ها باعث شده که خیلیا بگن هیلان به تازگی رابطه‌ای رو با نویسنده ترک شروع کرده. اما فعلا این خبر از طرف این زوج نه تایید شده و نه تکذیب شده. ملیسا شنورسون و اوموت اورگن. ملیسا که مدتی بود با عشق سابق توبا بویوک در ارتباط بود به تازگی به رابطش با اون خاتمه داده. گفته میشه دلیل این جدایی پیام‌های تبریک عید قربانی بوده که بین توبا و اوموت رد و بدل شده و ملیسا که دیده اوموت نمیتونه توبا رو فراموش کنه تصمیم گرفته قید این رابطه رو بزنه. دنیز جان آکتاش و هافسا نورسان جاکتوتان. این زوج با هم در سریال عشق میگریاند همبازی شدند و آشنایی اونا از همونجا شروع شد، اما این آشنایی بعد از مدتی به عشق تبدیل شد. گویا این زوج مدتی به طور پنهانی در ارتباط بودند و اما بالاخره در سال 2021 به عشقشون اعتراف کردند و اونو علنی کردند. پینار دنیز و هید گیراسچی. درست زمانی که شایعه‌هایی از رابطه عاشقانه پینار با انگین به گوش می رسید مشخص شد که پینار با انگین که نه بلکه با هید گیراسچی همبازی خودش به تازگی رابطه عاشقانه ای رو شروع کرده. کان ایلدیریم و حادیث آچیکگوز. یکی از جدایی‌های جنجالی امسال مربوط میشه به زوج کان و حادیثه. میونه این زوج که رابطه خیلی خوبی با هم داشتن بعد از حرف‌های جنجالی خواننده ترک ابرو درباره حادیثه و شوهر سابق خودش بدجوری به هم خورد و با اینکه اوایل کان از حادیثه در برابر اخبار کلی حمایت کرد اما آخر کارشون به جدایی رسید. حالا حادیثه رابطه جدیدی رو با تاجری به اسم مهمت اینچرل شروع کرده. برک آتان و سلین یایجی اولو. عشق بین برک و سلین
با کامنت های عاشقانه‌ای که در شبکه‌های مجازی برای هم میذاشتن برملا شد و گفته میشه رابطه این زوج به سرعت داره پیش میره تا جایی که برک و سلین پیشنهاد ازدواج هم داده و سلین هم موافقت کرده. نیهان یالچین و برکر گوون. نیهان و برکر به تازگی با هم رابطه‌ای رو شروع کردند و این زوج برای اولین بار در بودروم کنار هم دیده شدند. جالبه بدونین که نیهان 4 سال از برکر بزرگتره. موراد دالکیلیچ و ستاره آکباش. موراد که بعد از جدایی از هانده ارچل مدتی با کسی در ارتباط نبود، به تازگی خبر رابطه عاشقانه‌اش با ستاره آکباش، دوست و همبازی هانده در سریال تو درم را بزن، تیتر اول رسانه ها شد. اما گفته میشه این رابطه به همون سرعتی که شروع شده با همون سرعت هم به پایان رسیده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید.